سلام مجدد از قلب من به قلب شما. چطورین عزیزای دلم؟ امیدوارم که خیلی خوب باشین. برای عزیزانی که اولین باره که صفحه من رو میبینن و دارن این ویدیو رو میبینن سلام عرض میکنم. خیلی خوشبختم از آشنایی با شما. ممنونم که برای من وقت میذارین، برای خودتون وقت میذارین و به این مطالب ارزشمند گوش میکنین. من مبینا هستم، 23 سالمه. از 17 سالگی سعادت این رو داشتم که در مسیر خودشناسی آگاهی قرار بگیرم، از این دست مطالب رو مطالعه کنم، کلاس‌های مختلف رو شرکت کردم و تا جایی که امکانش تا الان وجود داشت و تونستم با چالش ها چطور مقابله کنم، چطور مقابله که نه، چطور از چالش هام رد شم، درسش رو بگیرم و این موضوع باعث شد که علاقه داشته باشم بخوام بیام از تجربیاتم با شما به اشتراک بذارم و اینکه به هم کمک کنیم دیگه، به هم کمک کنیم که خیلی فرق داره اینکه من بخوام خودم به تنهایی یه سری مسائل رو پشت سر بذارم تا اینکه من میام به شما میگم بچه‌ها من این راهو رفتم و موقعی که مثلا این مدلی بودم، این حالت بودم، اعصابم از فلان جا خورد شد، از فلان جا گله داشتم، شکایت داشتم، از خودم ناامید بودم، این کار رو کردم و مطمئنم که به درد شما خوب میخوره، چون به درد خودم خیلی خورده. و اینکه اصلا میخوام از اینجا شروع کنم که چی شد این که اومدم اینجا توی این صفحه این کانال رو زدم. اینستاگرام هم فعاله به اسم مبینا حمیدی که میام از تجربیاتم اونجا هم براتون میذارم. خب مطالب طولانی تر رو تو یوتیوب براتون آپلود میکنم. چی شد اصلا این اتفاق افتاد و از کجا آمد و یکم راجع به این کتاب ارزشمند صحبت کنیم که کتاب میبینید نیمه تاریک وجود اثر دبی فورد و ترجمه خانم فرناز فرود. خیلی کتاب عمیقیه برای خودشناسی. من این کتاب رو سالها پیش مطالعه کردم، همون 5-6 سال پیش. شاید اون موقع انقدر درکش نمی کردم، قطعاً اون موقع انقدر درک اینو نداشتم و تجربه اینو نداشتم که انقدر مطالبش رو خوب متوجه شم، ولی خب خیلی کمک کرد خیلی ویژگی های بد و ویژگی های خوبم رو دوست داشته باشم و متوجه این بشم که چرا آدم های اشتباه رو ملاقات میکنن، چرا آدم ها این رفتاری که من دوست ندارم رو با من دارن، چرا و چطور به وجد میام از یه ویژگی یه شخصی. همه اینا توی این کتاب گفته شده. همونطور که از اسمش معلومه ما باید سر بزنیم به نیمه تاریک و سایه هامون، نیمه تاریک وجودمون و سایه هامون. من از کجا این موهبت رو پیدا کردم که دوست دارم اینجا صحبت کنم، از تجربیاتم بگم؟ من احساس میکردم از کودکی، از وقتی که یادمه، انسان مسئولیت پذیری بودم در مقابل بقیه. یعنی یه جوری بود که مثلا وقتی یکی مشکلی داشت، از وقتی بچه بودم، عزیزانی که خیلی به من نزدیک بودن میدونن، اتفاقا یه پیامی داشتم چند وقت پیش از یکی از دوستای مامانم که مامانم چند سال پیش سالن داشت، ما جنوب بودیم، میگفت مبینا یادت تو خیلی کوچولو بودی، مثلا اینی که داره میگه مال مثلا کلاس 2-3 ابتداییم بود، یه ذره بزرگتر یا همین. گفت وقتی بچه‌ها مشکل داشتن، مثلا اون موقع خانمایی که اونجا پیش مامانم بودن و همکار بودن با هم، پرسنلش بودن، مثلا همسن و سال الانای من بودن، میگفت مثلا ازدواج کرده بودن، میمونن از این مشکلشون میگفتن تو چقدر میخواستی راهنماییشون کنی. پس این ویژگی در من وجود داشت. این ویژگی با من بود همینطوری تا همین 1.5 سال 2 سال پیش که نمیدونستم هنوز باید چطور ازش به خوبی استفاده کنم و داشتم خودم رو از بین میبردم. چطوری؟ مثلا شما میومدی داشتی راجع به مشکلت صحبت میکردی، من اصلا ذهنم روزها درگیر این موضوع میشد
که چطور میتونم به تو کمک کنم و نشخوار فکری میکردم. صبح چشم رو وا میکردم مشکل شما میومد جلو چشم. یعنی انقدر تمرکزم روی این بود که برای عزیزانم، برای اطرافیانم چیکار کنم که تو اون حال نبینمشون. اصلا خودم رو داشتم فراموش میکردم و اصلا تمرکزم از کارهای خودم برداشته شده. نمیتونستم تمرکز کنم. میشستم سر کارم ولی اصلا ذهنم همش مشغول این بود که چیکار کنم، فلانی اون مشکل رو داره، من چطور میتونم براش حل کنم و بذاریم با هم راحت باشیم. یعنی تو تنهاییم به خودم میگفتم خاک تو سرت اگه نمیتونی کاری بکنی و خودم رو تخریب میکردم، سرزنش میکردم. به جایی رسید که انقدر من این نشخوار فکری رو برای بقیه داشتم، سردردهای بدی میگرفتم، اصلا افتضاح. این سردرد از موقعی که راهنمایی بودم با من بود. خیلی دکتر رفتم این ور اون ور، سی تی اسکن، ام آر آی، از همون راهنمایی که بودم هیچکی تشخیص نمیداد چیه. حتی مشکوک به این بودن که میگرن هست یا نه، اصلا نمی‌دونن چیه. تا اینکه آگاهی رفت بالاتر، بیشتر و بیشتر خواستم خودم کشف کنم. آها این سردرده که اتفاق افتاد، من رفتم چه دکتر مغز و اعصاب، دیدم یه نایلون قرص داد به من. قرص چی؟ قرص آرام بخش. من گفت این چه مغزیه؟ سی تی اسکن کرد، گفتش که آها نوار مغز گرفت، گفتش که تو 20 سالته ولی اندازه یه آدم 50 ساله توی مغزت داره دغدغه و حرف دیده میشه. نمیدونم، قطعاً که پیش اون دکتر رفتم موهبتی بود که من بتونم ویژگی خودم رو کشف کنم، ولی واقعا فقط درس خوندن یه سری آدم ها و پشت این میزی نشستن که اصلا نمیفهمن چی دارن میگن. انقدر اون روز با من و دکتر بد صحبت کردن، انقدر منو ناامید کرد، خیلی ترسون منو. بعد کلی قرص هم داد و گفت اینا رو باید بخوری و فلان. ما هم شروع کردیم قرصا رو خوردن، دیدیم که مثلا برای اینکه فقط سردردم خوب شه، دیدم بی انرژی شدم، همش خوابالودم، انگیزم از بین رفت، اصلا حالم اصلا دیگه من نبودم. منی که انقدر پر انرژی هم، هر جا میرم سعی میکنم محیط رو شاد کنم، بگم بخندم، دیگه من نبودم. زنگ زدم و یه سری از قرصا رو مصرف کردم که زنگ زدم به منشیشون، گفتم من دیگه نمیخوام ادامه بدم، این قرصا حالمو داره بد میکنه، هر شب کابوس میبینم، نه فلانه. گفتش که نه باید بخوری، اگه ول کنی خطرناکه، تشنج میکنی. گفتم چیکار باید بکنم؟ گفت باید ادامه بدی تموم شه بعد بیای دوباره اینجا. دیگه نرفتم. زنگ زدم گفتم آقا این بسته تموم شد و من دیگه نمیخوام بخورم. همه به من گفتن نکن این کارو، خطرناکه، داروهاش سنگینه. گفتم اصلا برام مهم نیست، من خودم باید خودم رو درست کنم. این قرص میخواد چیکار کنه؟ تمام انرژی رو از من گرفته، اصلا زندگی نمیکنم، شبیه مرده متحرک شدم. چه قرصیه اینا؟ چطور به یه بچه 20 ساله جرأت میکنن که این قرصا رو بدن بدون هیچ آگاهی، بدون اینکه اصلا بخواد صحبت کنه این کارو؟ اصلا هیچی حالیشون نمیشه. خیلی عذر میخوام، یعنی 90%شون هیچی حالیشون نمیشه، فقط میخوان تو رو ببرن به قرص از سر خودشون وا بکنن. کلا تو کل دنیا اینطوریا، نه بگیم فقط اینجا. خلاصه من گفتم که فقط خودم باید درست کنم خودمو. رفتم سفری به درون و دیدم که از این ویژگی مسئولیت پذیری که داره به علیه خودم ازم استفاده میشه، من باید چه استفاده کنم؟ اول اومدم گفتم 6 ماه به هیچ چی فکر نکن، از اینکه کی داره چه مشکلی داره چطور داره زندگی میکنه به تو مربوط نیست. آدم‌ها مسئول زندگی خودشونن، حتی عزیزترین کست. اگه میتونستی راهنمایی کنی دمت گرم راهنمایی کن، اگر نه دیگه تو حق نداری قصه‌شو بخوری. تو باید فقط الان تمرکزت رو خودت باشه، خودتو درست کنی و تو باید این سردرده رو خوب کنی. شروع کردم به مدیتیشن های منظم بدون اینکه بخوام هر روز بهش فکر کنم که من دارم برای چی مدیتیشن میکنم. یعنی میگن یه شاگردی رفت پیش استادش توی همین معابد، گفتش که استاد من دارم
تلاش میکنم، هر روز مدیتیشن میکنم. کی قراره به اون درجه از عرفان برسم؟ استاد گفت 10 سال. 10 سال خیلی زیاده. بیشتر تلاش کنم زودتر میرسم، یعنی به جای روزی 1 ساعت مدیتیشن تلاش کنم روزی 3 ساعت، اون موقع چقدر طول میکشه؟ استاد گفت 20 سال. یعنی شما هر چی کلید کنی روی مسئله بیشتر طول میکشه. باید رها کنی، ولی مسیر درست رو بری، کار درست رو در زمان درستش انجام بدی، نتیجه خودش میاد. من شروع کردم به مدیتیشن، شروع کردم به آروم کردن روانم، همینجوری مطالعه‌ام هم داشتم و معجزه‌ش رو دیدم. معجزه مدیتیشن، یعنی به نظر من هیچ دارویی، هیچ پزشکی نمیتونه کار مدیتیشن انجام بده. به جرئت میگم. هر کی هم میخواد بیاد بگه اشتباه میکنی، نمیدونم فلانی رفته 15 سال درس خونده که تو بیای بگی مدیتیشن اون فلانی که رفته 15 سال درس خونده. مدیتیشن یه کاریه که از هزاران سال پیش راجبش صحبت شده و نتیجه‌های فوق‌العاده‌ای داشته. 100% شک نکنید راه حلش فقط همینه. و تو مدیتیشن، تو سکوت، چیزایی بهتون گفته میشه که اصلا خودتون میمونید. یهو چند وقت گذشت و من دیدم من دیگه سردرد ندارم، من دیگه قصه بقیه نمیم، شنونده هستم. یه جا میرم کسی داره از دردش میگه، از قصهش میگه، شنونده هستم، ولی اینجوری نیستم بیام خونه بهش فکر کنم. و رفتم تو نیمه تاریک وجودم، اون مسئولیت پذیری که از کودکی اومده بود. وقتی میری تو مدیتیشن های کودک درون میبینی از کجا اومده این ویژگی. دیدم که آره، من وقتی که بچه بودم، از همون موقع 5 سالم که بود، مامانم شاغل شد، بابام هم که شاغل بود و من اکثر کارامو با خودم میکردم. رفتم کلاس اول ابتدایی، به بابام میگفتم بهم املا میگی، مامانم مثلا سر کار بود، بابام میمد خونه، دوباره مامانم میرفت، اینجوری. و این اصلا وقت نداشتن به من املا بگن، با هم درس کار کنم. میگفتن خودت بخون دیگه عزیزم، خودت بخون. و اون مسئولیت از اونجا برای من اومد، اینکه حواسم به بقیه هم باشه. این از کودکی اومد. نمیتونم بگم اشتباهه، نمیتونم بگم نباید این اتفاق میافتاد. نه، اینم درسی بود برای من تو این زندگی، رسالتی بود برای من، فقط من متوجهش نبودم، نیاز به آگاهی داشتم. فهمیدم از کجا اومده و بعد گفتم که من بیام از این موضوع چجوری استفاده کنم. گفتم آها، من مسئولم، دوست دارم مسئولیت این که چجوری مشکل بقیه رو حل کنم رو داشته باشم، بتونم خدمتی به بقیه بکنم و خدمتی به خودم، خدمتی به دنیا. گفتم پس من میام میشنوم، شنونده هستم، میشنوم، میام خونه راجبش فکر میکنم که چطور میشه به این آدم کمک کرد، چه از دانسته ها و چیزایی که خوندم میتونم چطور براش استفاده کنم. و گفتم خب من شاید 1% آدم ها رو ببینم، من میتونم با 100%شون از فضای مجازی ارتباط بگیرم، کلی آدم رو میتونم توی این فضا باشون آشناشم، میتونم کمک کنم. پس میام این کار رو میکنم. موهبت، پس اون مسئولیت پذیری که داشت منو میخورد اینجا بود، همون داشت منو نابود میکرد. موهبتش اینجا بود که من این سفر رو باز کنم، این اینستاگراممو فعال کنم، یوتیوبمو فعال کنم، که بخوام بیام از اینجا، از تجربیات این که خودم چیکار کردم که مشکلم حل شد بگم. چون میدونم آدما دارن با چه چیزایی دست و پنجه نرم میکنن، مخصوصا برای ما بچه‌ها، نوجوانا خیلی دغدغه‌ها وجود داره تو این جامعه. ولی خب این که بخوایم خودمون رو نابود کنیم، و الان هر کسی رو دورم میبینم یه دونه قرص دادن دستش، میگم بخور آرومتر باشی. و چقدرم اعتقاد دارم بهش که نه همه باید بخورن، چه ایرادی داره، شادی آوره، خنده داره. ما شادی رو میخوایم بخوریم
که مثلا شادی آور، چه شادی اون میاره، تو داری اعتیاد پیدا میکنی، پس یعنی یه روز نخوری باید غمگین باشی. آره دیگه 100% این اتفاق میفته. به جای اینا، به جای اینکه از عوامل بیرونی بخواین برای خودتون تسکینی بخرین، بشینین ببینین درونتون چه خبره. این کتاب برای همه آدما از واجباته. خیلی کتاب طولانی هم نیست، کلاً 200 صفحه است. زندگیتون رو از این رو به اون رو میکنه. میاد چی میگه؟ میاد میگه که خیلی از ویژگی های ما سرکوب شده. از کودکی ما یادمونم شاید نیاد که مثلا از کجا این تبدیل به سایه شده. نویسنده میاد میگه که شما هر ویژگی که در دیگران میبینین، چه بد چه خوب، و میایین انگ میزنین میگین فلانی خسیسه، فلانی بددهنه، فلانی خیلی خودخواهه، در واقع شما دارین فرافکنی میکنین، در واقع دارین چیزی که خودتون روش درپوش گذاشتین رو به دیگران نسبت میدین و به چشتون میاد. یه مثالی هست اینجا که من همون موقع که این کتاب رو داشتم مطالعه میکردم یه کلاس آنلاینی برداشته بودم، یه عزیزی تدریس میکرد راجع به این کتاب، داشت صحبت میکرد و یه چند جلسه بود که میومد تمریناشو میگفت، میومد راجع به صحبت میکرد و این مثال خیلی زیبایی زد. میگفت تا شما اون ویژگی رو درون خودت نداشته باشی اصلا به چشت نمیاد، نمیبینی. خیلی از آدما الان اگه اینو میشنون 100% رد میکنن، میگن دروغ محضه. مثلا ما یه ضربه خوردیم از دوستمون، خیانتکار بود، خودخواه بود، خیلی آدم عوضی بود، ولی من اینجوری نیستم. و قبول نمیکنن که خودشون هم دارن اون خصلتو و پاش برسه یه جایی در آینده ممکنه انجامش بدن و ممکنه در گذشته ها هم یه جایی شبیه به این رو انجام داده باشن. آدم ها اصلا نمیخوان اول قبول کنن، برای همین این کتاب رو باید 3-4 دور بخونیم. حالا اون مثالی که این خانم زده بود چی بود؟ میگفتش که مثلا من میام به زبان فارسی دارم به شما میگم که چون شما فارسی متوجه میشین، میام به شما میگم رفته بودم یه توالت عمومی، خیلی عذر میخوام این مثال رو میزنم ولی میخوام که درکش کنید. رفته بودم یه توالت عمومی اینقدر کثیف بود، همین الان خودم دارم تعریف میکنم حالم داره به هم میخوره. خب چرا؟ چون تصویرش میاد به ذهنم، چون دارم فارسی صحبت میکنم میفهمم، چون اون دیتا، این زبان فارسی در درون شما هست. شما قشنگ من دارم میگم، شما دارین کلمه به کلمه تصویر سازی میکنید. حالا میام به یه آدم که مثلا چینیه دارم توضیح میدم، رفتم یه توالت کثیف بود، توالت اینجوری بود اونجوری بود، بعد اون آدم من اینجوری فقط نگاه میکنه، چی میگی؟ حالش بد نمیشه، چون اصلا اون زبانو نداره تو مغزش که بخواد متوجه کلام من بشه. این مثالی که زدم، این که شما ویژگی بد دیگران رو میبینید چون سرکوب کردی خودتو و با اون قسمت از ویژگی خودت قهری، برای همین هی جهان یا این جایزه جهان به ماست، هدیه است، میخواد بیاد برای اینکه تو آشتی کنی با قطره قطره وجود خودت، با تک تک ویژگی های خوب و بدت، میاد توی آدما به تو نشون میده که تو یادت بیاد که منم اینو دارم، بخوام با تک تک وجود خودم آشتی کنم. توی این کتاب یه مثال خیلی قشنگ رو میزنه. یه حکایتی بود که سال 1975 اگه اشتباه نکنم یه سری راهب داشتن مجسمه یه بزرگ بودا رو جابجا میکردن، میخواستن فکر کنم جاشون رو تغییر بدن. یه داستانی بود که میخواستن، یادم نمیاد دقیق، میخواستن جاشون رو تغییر بدن، جای مجسمه رو تغییر بدن.
تو راه که داشتن میرفتن دیدن مجسمه یه ترکی برداشته. مجسمه سفالی بوده و خیلی سنگین. دیدن یه ترکی برداشته، اینا استوب کردن، ترسیدن از اینکه بشکنه و اینا. گفتن آقا بریم فردا دوباره میایم یه فکری میکنیم که اینو آروم آروم ببریم که نشکنه. یکی از راهبای ذره کنجکاوتر بود، شبونه میره بالا سر مجسمه. یه نوری میندازه، یه چراغ قوه، یه چیزی رو نمیدونم اون موقع چی بوده، میندازه توی این ترک مجسمه. میبینه چقدر درخشانه، چقدر زیباست درون این مجسمه، از بیرونش خیلی خوشگل تره. بیشتر نگاه میکنه، بیشتر کنجکاوی میکنه، میبینه وای درونش از طلاست. میره میپرسه، میگن بله چندین سال پیش این مجسمه درونش از طلا ساخته شده، برای اینکه ندزدنش ما روشو از سفال پوشوندیم، ولی درونش طلاست. این دقیقا وجود ماه. ما یه سری از ویژگی هامون رو سرکوب کردیم با سفال، ولی درونش یه طلای نابه. درون این تن یه طلای نابه که با آشتی کردن تک تک ویژگی هامون ما میتونیم اون طلا رو پیدا کنیم. حالا یه بحثی که من خیلی میشنوم از آدما، میخوام بگم که ویژگی بدم موهبتایی داره، مثل همون مسئولیت پذیری که داشت منو میکشت ولی من ازش چجوری استفاده کردم. خب حالا میخوام راجع به این بهتون بگم که چرا شما همش آدمایی رو ملاقات میکنی که یه ویژگی دارن. مثلا دختره میگه که من با هر کی میرم تو رابطه خیلی شکاکه، خیلی خسیسه، خیلی بددهنه. نمیدونم چرا همشون همین جورین، نمیدونم چرا همشون خیانتکارن. پسرم همینو میگه، من نمیدونم چرا دخترها همشون انقدر پولکی شدن، چرا انقدر خیانتکار شده، چرا انقدر فلان شده. اینجا باید بشینی به درون خودت سر بزنی. وقتی که جهان میاد هی بهت آدمایی رو نشون میده پشت هم که ویژگی های شبیه به هم دارن، میخواد اینو بهت بگه که تو درون خودت اون ویژگی رو داری و سرکوبش کردی. مثلا چی؟ مثلا دختر سلیم که من اصلا خسیس نیستم، اصلا این حرفو نزن، من اصلا اینو رد میکنم کاملا، من خیلی دست و دل بازم. میگم مثلا بیشتر فکر کن، بیشتر بشین، بیشتر مدیتیشن کن، بیشتر برو تو کودکی. شاید یه خصاصتی رو تو سرکوب کردی و داری ازش فرار میکنی. این کتاب یه 3-4 صفحه صفت داره که میگه با خوندنشون ببینین که با کدوم یکی از کلمه‌ها یه لحظه اینجوری میشین، یه لحظه به هم میریزین، بعد میگین نه 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 من اصلا این نیستم، مثلا خیانتکار، نه اصلا صحبتشو نگو، من اصلا نیستم همچین خصاصت اصلا. میگه اینی که داری اینجوری بهش واکنش نشون میدی دقیقاً همون هست و یه جایی سرکوب شده. خصاصت مثلا برای یه بچه از کجا میتونه بیاد؟ خودخواهی. مثلا میگه با هر کی میرم تو رابطه همشون خسیسن، همشون خودخواهن. نشست تو کودکیش، نشست تو مدیتیشن، رفت تو کودکیش، دید که یک بچه‌ای، مثالشو زده، یه بچه‌ای مثلا دو تا خواهر برادر بودن. مامانه کیک درست کرده، 2 قسمت گذاشته توی یخچال برای این 2 تا بچه. بچه میره کیکو بخوره، مثلا برادرش خونه نیست، میره کیکو بخوره، میبینه خیلی خوشمزه است. یه بچه 2-3 ساله، یه بچه 3-4 ساله، اصلا بزرگتره، فرق نداره. میره کیکو میخوره، میبینه وای چقدر خوشمزه است، دلش میخواد، میره اون یکی هم میخوره. مامانه که میاد میبینه میگه چقدر تو خودخواهی، خسیس، اون مال برادرت بود، برای چی 2 تاشو خوردی؟ اون بچه برچسب میچسبه اینجاش، خودخواه، خسیس. درون خودش میگه من اصلا، بچه نمیدونه این کلمه چیه، یه دفعه درون خودش میگه من خودخواهم، من خسیسم، من خودخواهم، من خسیسم، و ثبت میشه تو ذهنش. در صورتی که اون بچه فقط دلش خواسته اون
کیکر رو بخوره، این کجاش خودخواهیه؟ بچه دلش از کوچولوه. چرا باید، یعنی ببین پدر مادر رو از سر ناآگاهی چه برچسبایی به بچه‌شون زدن. و اینکه اینا پرونده‌ایه که از سالها پیش توی ما مونده و ما سرکوبش کردیم و به اون بچه این تو ذهنش مونده، بزرگ شده، پیش خودش میگه که من اگه خودخواه باشم، اگر خسیس باشم، هیچکی منو دوست نداره، مامانم هم سرم داد میزنه، داداشم هم ازم ناراحت میشه، من نباید خودخواه باشم، من خودخواه نیستم، من باید حواسم باشه همه رو راضی نگه دارم، من باید حواسم باشه خودم کمتر بخورم بدم به بقیه، اینجوری دوست داشتنی ترم. و این چه اتفاقی میفته؟ ما برای بقیه زندگی میکنیم، اعتماد به نفس رو از خودمون میگیریم و مدام میخوایم بقیه رو از خودمون راضی نگه داریم. ولی وقتی من با این ویژگیم که آشنا میشم و دنیام، اینم بگم دنیا هم دیگه این آدما رو به ما نشون نمیده، وقتی کشفش کنیم دیگه درسشو میگیری، جهان میگه آخش همینو میخواستم بفهمی، میخواستم با این ویژگی آشتی کنی، دیگه تموم شد، دیگه آدم خبری از آدم خسیس و خودخواه نیست، چون تو آگاهی، چون تو به این ویژگیت آگاهی. حالا پیش خودت میگی موهبتش چیه؟ این خودخواهی و خساست اصلا موهبتی نداره. تو داری میگی تمام ویژگی های بد هم موهبتی دارن که ما وقتی باش آشتی میکنیم از موهبتش استفاده میکنیم، یعنی تو جای درستش. مثل همون مسئولیت پذیری بد من که داشت منو میکشت، الان دارم ازش به نفع احسن استفاده میکنم. پس مدام به فکر دیگران بودن که از بیرون نگاه میکنیم خیلی بده، موهبتش اینه که تو بیای تعادل برقرار کنی و بخوای که از یه طریق به آدم‌ها کمک کنی بدون اینکه به خود آسیب وارد شه. حالا موهبت خودخواهی چیه؟ موهبت خساست چیه؟ موهبتش اینه که مثلا تو میری توی رفاقتی میبینی داره ازت سوء استفاده میشه، آقا هی میگن تو حساب کن، تو حساب کن. موهبتش اینه که به خودت ازش درست استفاده میکنی، میگی خب نمیشه که همیشه من حساب کنم، بقیه هم باید مسئولیت داشته باشم، بقیه هم باید گیر آوردن منو. پس خودخواهی و خساست اینجا جای درستی ازش استفاده میشه که تو حواست باشه ازت سوء استفاده نشه. این میشه موهبتش. یه مثالی تو این کتاب زده، یه آقایی به نام استیون نمیدونم فکر میکنم، مثل این که یه جلسه‌ای داشته، بعد میاد بیرون به همکارش میگه من از این مثلا مرده به فلان از فلانی متنفرم، بدم میاد ازش. میگه چرا؟ میگه بابا خیلی بزدله، خیلی ترسوه، اصلا رفتاراش رو مغزمه. بعد دوستش همکارش بهش میگه که بگرد درون خودت ببین تو هم داری این ویژگیو. بعد این میشینه فکر میکنه، میبینه که آره وقتی که بچه بوده نمیدونم میخواسته اسب سوار شه، میخواسته دوچرخه سوار شه، پدرش میگه سوار شه و اینا، این بچه اون لحظه میترسه، بعد باباش بهش میگه ترسو، بزدل. بعد این میمونه تو ذهنش، همش میخواد فرار کنه از اینکه من ترسو نیستم، من ترسو نیستم، من بزدل نیستم، من بزدل نیستم. بعد به دوستش میگه آره من خودم این ویژگی درون خودم دارم. بعد میگه بگرد ببین کجاها انجامش دادی، تو خودت هم همچین آدمی هستی، موهبتش رو پیدا کن. میگه موهبت داره؟ این چه موهبتی داره؟ ترسو بودن، بزدل بودن. یادش میاد که یه بار یه شبی که الکل مصرف کرده بودن با دوستاشون و خیلی مست بودن، این نشسته تو ماشین، دوستاش مست بودن نشستن پشت فرمون و اینا، به اینم گفتم بیا بشین، این نشسته. اون ترسه، اون به قول خودشون بزدل بودنه اینجا به کارش اومده، نشسته. گفت ما حالمون بده، من نمیشینم. دوستاش میرن تصادف میکنن، همشون میمیرن و این جون سالم به در میبره. و اون ترسو بودنه، اون بزدل بودنه، موهبتش اینجا بود، اینجا کمکش کرد. تمام ویژگی های بد و خوب موهبتی دارن. به جای اینکه نیمه تاریک وجودتون رو سرزنش کنین، گله کنین از خودتون،
بشینین باهاشون آشتی کنین، تک تکشون رو بغل کنین و طلای درونتون، نور درونتون رو پیدا کنین. اگه الان اعتماد به نفس نداری، اگه الان احساس میکنی رنگ پوستت زشته، زیادی چاقی، زیادی لاغری، بینیت بزرگه، چشمات نمیدونم کوچیکه، هر چیزی که باعث شده، هر ویژگی ممکنه همش بهت گفته باشن شلخته، همش بهت گفته باشن بددهن. ببین کجا و کی این برچسب رو به تو زدن، یا خانواده زده یا مدرسه زده، از بیرون کی بهت این برچسب کجا زده که همین باعث شده تو سالها که گذشته یه بی‌اعتماد به نفسی توت مونده. یه مثال دیگه بزنم، مثال ظاهری. فکر کنید 2 بچه تو خانوادن، هم سنن، به دنیا اومدن، 6 ماهشونه. یکی یه خورده الان میگه بچه 6 ماهه چی متوجه میشه؟ بچه از شکم مادر همه چی رو متوجه میشه، همه چی رو میشنوه، ضمیر ناخودآگاهش که صافه برچسبا رو به خودش میچسبه. بزرگ شد یه دفعه واکنشش رو میده، خودش هم یادش نمیاد، ولی داره از همون موقع میاد. 2 بچه 6 ماهه تو فامیلم، مثلا دخترمه، دختر دایی، هرچی، دختر خاله، دختر خاله. یکیشون ریزه میزه تره، سبزه تره، یکیشون خیلی توپل و سفیده. مامان اون یکی که بچه سبزه تره بهش میگه مامان جونم، فکر میکنه داره کار قشنگی میکنه، بنده خدا اونم نمیدونه، اونم آگاهی نداره. میگه مامان جون بیا غذا بهت بدم، سفید بشی، توپل بشی، مثلا هلنا. ببین هلنا چاقالوه، سفیده، خوشگله، تو هم غذا بخور خوشگل بشی. برچسب زد به بچه که تو زشتی، برچسب زد به بچه که تو اگه سبزه‌ای، اگه لاغری، رنگ پوستت، فرم بدنت بده، غذا بخور مثل فلانی بشی. حالا اون بچه توپله، مامانش بهش میگه دخترم چقدر خوشگله، چقدر توپل نازه. بچه من از همه بچه ها خوشگل تره. بچه 5 سالش میشه همینجوری ادامه میده، بزرگ میشه. این 2 حالا میشن 2 دختر نوجوان، 2 دختر 18-19 ساله. اون یکی که بهش میگفتن توپلی، سفیدی، خوشگلی، همینجوری چاق مونده، وزنش مثلا شد 100 خورده کیلو. هرچی هم دارن از بیرون بهش میگن عزیزم برای سلامتیت ضرر داره، برو باشگاه، رژیم بگیر، وزنتو بیار پایین، بچه اصلا کتش نمیره، ناراحت هم میشه. من به این خوبی اعتماد به نفس سقف، من به این فالا، این اعتماد به نفسی که داره ضررش استفاده میشه، اصلا زیر بار نمیره که بده، چاقیش بده، براش خوب نیست و صورتش هم پر جوشه. اصلا این بچه مثلا خیلی ظاهرش تغییر کرده، زشت شده، هرچی بهش بگی مثلا رفتاراش جوریه که خیلی از خود راضی، نه من بهترینم، چون اون برچسب از بچگی بهش خورده که من بهترینم. بعدم نیست، مثلا خیلی کمک کننده هست، بچه اعتماد به نفس داره، ولی توی یه جاهای بده. حالا اون بنده خدا، اون دختره که سبزه بوده، که لاغر بوده، بزرگ شده و الان یه هیکل خیلی خوشگلی داره، هیکلش خیلی رو فرمه، پوست خیلی خوش رنگی داره، مثلا همه میرن برنز میکنن که رنگ پوست این بشن، این پوستش فوق‌العاده است، هر کی میبینتش بهش میگه تو چقدر نازی، پوست خودته. بعد اون لحظه اینجوری میشه مسخره‌ام میکنی با منی خدایی؟ میگه به خدا تو خیلی خوشگلی، چقدر هیکلت خوبه، اصلا قبول نمیکنه. یه ایران جمعشن بهت بگن بابا تو فوق‌العاده هیکلت، پوست، قیافت خیلی خوشگله، میگه همه دارن چرت میگن، دارن منو گیر میارن. از کجا اومد؟ از اون برچسبی که ماماناشون تو بچگی بهشون زدن. الان بچه اصلا قبول نمیکنه. تا کی؟ تا اینکه بزرگ شه، متوجه شه داره از کجا میاد، بگرده، اگه رابطش با خانوادهش خوبه بپرسه چی شده، چرا این ویژگی داره، و وقتی این ویژگیشو
متوجه میشه دیگه آشتی میکنه با خودش، با اون ویژگی و بهش آگاهه. من خودم یه ویژگی حسادت داشتم، حسادت، مقایسه. بعد اصلا دوست نداشتم این ویژگی رو داشته باشم و خیلی مقاومت داشتم، گفتم من اصلا همچین آدمی نیستم. نشستم با خودم، این چند سال پیش این اتفاق برام افتاد، 3-4 سال پیش نشستم با خودم، نشستم تو مدیتیشن، تو سکوت، گفتم این ویژگی داره از کجا میاد. رفتم تو کودکیم که آره منم همسن و سال خودم داشتم توی خانواده و انگار دیدم که مثلا حالا توجه رو اونا بیشتره، چون من اینجوری بودم از بچگی که همه بهم میگفتن که تو بزرگتری، یا اصلا بزرگترم که نبودم، یه جای کوچیکترم بودم، به من گفتن تو بیشتر میفهمی، تو با این کل نکن. حالا مثلا من بودم یه بچه 5 ساله، اون بود 4 ساله، من بودم 5 ساله، اون بود 8 ساله، باز همه هر دو طرف من گفتن تو میفهمی، تو عاقلی. و من احساس کردم که توجه رو اونا بیشتره و همه از من توقع دارن که من نادیده بگیرم رفتار زشت اونا رو، من قهر و گریه‌های الکی اونا رو نادیده بگیرم، من نمیتونم گریه کنم، من نمیتونم قهر کنم، اجازهشو ندارم، چون من عاقل‌ترم، چون من بزرگترم، چون من بیشتر میفهمم. و یه دفعه دیدم آره و حسودی میشد بهشون، حسودی میشد که چرا باید وقتی اونا گریه میکنن همه برن دورشون، بعد یواش بمیشه من بگن این لوسه، تو که میدونی تو عاقلی. وقتی این ویژگی رو این یادم اومد که از کجا داره میاد این حسادت تو محبت کردن، دیگه بهش آگاه شدم، دیگه هیچ وقت اذیت هم نکرد، دیگه الان میدونم داره از کجا میاد و بر من پیش نیومده. از وقتی باهاش آشتی کردم احساس میکنم محبتم به آدما خیلی بیشتر شده و اینکه یکی رو میبینم که خیلی لباسش بهش میاد، خیلی خوشگله، یه زیبایی رو درونش میبینم، سریع عنوان میکنم، سریع الان این مدلی شدم، چقدر چشمات خوشگله، چقدر موهات خوشگله، چقدر لبخندت زیباست، چقدر لباست بهت میاد، امروز خوشگل‌تر شدی. وقتی با ویژگی‌های بد و خوبتون آشتی میکنید این اتفاق براتون میفته. شما سوار بر جریان زندگی میشید، شما سوار بر موج زندگی میشید و از این موج سواری لذت میبرید. ولی وقتی دائم دارین خودتون رو سرکوب میکنین، دائم دارین ویژگیاتون رو سرکوب میکنین، روش درپوش میذارین، کسی نفهمه من این حسادت رو دارم، کسی نفهمه من این خساست رو دارم، من ندارم، من اینجوری نیستم. وقتی دائم رو اینا داری سرپوش میذاری، هر لحظه که داری درپوش میذاری روی این ویژگی، توی این موج سواری یه دور میری زیر آب میخوری، میای بالا، خفه میشی، دوباره زندگی بهت برمیگرده. ولی وقتی تمام ویژگی‌های خوب و بدت دوست داشته باشی، بر تک تک ویژگی‌های خوب و بد وجودت آگاه باشی، دیگه توی این موج سواری زندگی، توی این موجای زندگی، هر چقدر موج بزرگتر باشه دیگه به تو بیشتر خوش میگذره، چون تو موج سواری بلدی، میری بالا کیفشو میکنی، میای پایین. دیگه زندگی رو به چشم یک تجربه زیبا میبینی، زندگی و تمام چالشاش رو به چشم یک تجربه زیبا میبینی که من این چالش قراره چه درسی به من بده، قراره چه اتفاقی بیفته، درسش رو بگیرم، قراره تو ادامه زندگی کمکم کنه و اصلا معجزه است، معجزه. من با بند وجودم حسش کردم و زندگیش کردم. خیلی ویژگی ها بود
که درونم داشتم سرکوبشون کرده بودم. احساس میکردم اگر اینا باشه کسی منو دوست نداره، مجبورم خودم رو نادیده بگیرم برای بقیه که دوست داشتنی باشم. ولی از وقتی دیدمشون، از وقتی بازشون کردم، از وقتی که رفتم تو سایه و ترسم غلبه کردم، ویژگی‌های بد و خوبم رو در آغوش گرفتم، بهشون آگاه شدم، از وقتی خودم بودم. وقتی با تمام ویژگیاتون آشنا میشین کمک میکنه که خودتون باشین. دیگه نقش بازی نمی‌کنی، دیگه نقاب اینو نمیزنی که من آدم اینجوری نیستم، من خسیس نیستم، من فلان نیستم. دیگه خودتی، یعنی در لحظه اون ویژگی میاد بالا، تو چون بهش آگاهی موهبتش رو میگیری، ازش به نحو احسن استفاده میکنی. دیگه خودتی و میبینی چقدر دوست داشتنی تری، چقدر آدما بیشتر بهت عشق میدن. چرا؟ چون عزت نفس تو میکشی میاری بالا. عزت نفس از اینجا میاد. عزت نفس خیلی مقامش بالاتر از اعتماد به نفسه. عزت نفس یعنی من خودمو دوست دارم با تک تک ویژگی‌های بد و خوبم. برام مهم نیست که از خودم بزنم که کسی منو دوست داشته باشه. برام مهم نیست که نقش کس دیگه رو بازی کنم که از نظر جامعه، از نظر بقیه آدم مورد قبولی باشم. دیگه برام مهم نیست حرفامو قورت بدم اینجا بمونه، صدام در نیاد. دیگه حواسم هست. این عزت نفسه، این کاریزماتیک بودن یه خانوم، یه آقاست. انقدر جرأتمند میشی، با قدرت میری سمت خواسته هات، میری سمت آرزوهات. شکست میخوری، خوشحال میشی، میخندی، چون دیگه چیزی نیست اون پایین ماینا بیاد بالا تو رو اذیت کنه، تو رو بپوکونه. یه دفعه اگه هم یه ویژگی تاریکی بیاد از اون پایینا بیاد بالا، میشینی باهاش. این اصلا داره از کجا میاد؟ چی میخواد بگه؟ قربونت برم بگو. مبینای 5 ساله اینجاست، جایی نرفته، همینجاست. بگو قربونت برم، بگو من اینجام، از این به بعد من اینجام، مواظبتم، مراقبتم. کسی نمیتونه به زور بگه، کسی نمیتونه به برچسب بزنه. و زندگی از این رو به اون رو میشه، با شناختن خودت، با نشستن با خودت، با آشتی با تک تک ویژگی‌های خودت. خیلی طولانی شد این ویدیو، ولی دوست داشتنی بود. هنوزم بیشتر دلم میخواد توضیح بدم، بیشتر براتون مثال بزنم، ولی خب میدونم خیلی طولانی میشه و شاید از حوصله‌تون خارج باشه. ممنونم که کنارم هستین، ممنونم که حمایتم میکنین. با لایکتون، با کامنتاتون کمک میکنین که افراد بیشتری این ویدیو رو ببینن. به افراد بیشتری میتونیم کمک کنیم با هم که از تاریکی وجودشون بیان بیرون و با زندگی حالشون خوب باشه، خوش بگذرونن. اینقدر درگیر این نباشن که خودشون رو سرزنش کنن، ناراحت باشن و گله داشته باشن. انقدر خیلی دوستتون دارم. ممنونم که کنارم هستین. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.